تله دوپامین، خیمه شب‌باز پنهان مغزت. تا حالا فکر کردی چرا اولین گاز شکلات جادوی محضه ولی پنجمیش دیگه حس و حال نداره؟ یا چرا نمیتونی گوشی تو زمین بذاری حتی وقتی میدونی اشتباهه؟ پلک بزن، اسکرول کن، پلک بزن، اسکرول کن. آشنا نیست؟ اگه بهت بگم یه ماده شیمیایی ریز همین الان تو سرت داره مثل یه استاد خیمه شب‌بازی نخاتو میکشه چی؟ جادو نیست، سرنوشت هم نیست، دوپامینه. و فهمیدن همین یه مولکول ممکنه دیدگاهت رو نسبت به تمام کارهایی که میکنی عوض کنه. خب، یه نفس عمیق بکش. بیا اینو از ابهام در بیاریم. کلمه‌های علمی پیچیده رو ول کن. دوپامین رو به عنوان ماده شیمیایی مغزت یا سیگنال در نظر بگیر. خودش مستقیما ماده شیمیایی لذت نیست، اونطور که اغلب میشنویم. بیشتر شبیه موتور انتظار یا مولکول انگیزه میمونه. مثال غذا، اون انتظار گاز زدن به دسر مورد علاقت، اون هوسی که تو رو سمت یخچال میکشونه، این دوپامینه که داره فوران میکنه و زمزمه میکنه. برو بگیرش، عالی خواهد بود. اون موقع مواد شیمیایی دیگه مغز به مهمونی ملحق میشن.